آغاز سخن نام خدا میگویم. سلام بینندگان تلویزیون آسیای مرکزی. اینک چندی قبل که من در صفحه های فیسبوکیم و از تلویزیون آسیای مرکزی اشاره به اون کردم که در شهر مسکو یک نمایشگاه خیلی بزرگ کتاب از سه کشور، از کشور روسیه، از کشور جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی اینجا برگزار شد و الان هم جریان دارد و ما از اینجا ثبت های زیادی بنابر کردیم، برنامه خوبم برای شما پخش کردیم و امروز قسمتی اون طفلکانی که به این روز از ایران آمدن شانه‌مخوانی میکنن و اونجا همراه شما صحبت زیاد کردیم و ما برای ما شانه‌مخواندن و امروز اونا مهمان برنامه گنج پریشان در تلویزیون آسیای مرکزی هم. خب اینجا اشاره کم خانم بهاری مربی سفیران صلح و دوستی ایران در جمهوری اسلامی ایران، این دوستان من که امروز اطراف من هستن به حیث سفیران صلح محسوب می‌یابند، یعنی این خیلی نام نوشتن. اینا اصلا درباره فرهنگ و تاریخات بزرگ به همراهی یک یعنی معنای همدیگر فهمی یا که تحویلی که اشاره به آن است از آن صحبت میکنن. خانم بهاری مربی سفیران صلح و دوستی ایران و خانم روشا اینجا هستن، دوستی از من حلی و دوست دیگری کوچک من راهیان هستن. سلام باشم. از خانم بهاری شروع از شما میکنیم. خوش آمدید به مسکو، خوش آمدید به این یک پارچه زمینم که به نام اینجا تاجیکستان است. یعنی یه زبان داریم، ملت است، خاک بزرگی در گذشته بود به نام خراسان بزرگ. خب چون امروز از هم جدا شدن، اونایی که من گرب زایر است و دورم دور فهمیدن خطاست، آب اگر صد باره گرده باز با ماشین آزمایشات از اینجا جدا نخواهیم بود. خوب شو مسکو آمدید، چه فکرهای، چه دیدی در مسکو، چی بود مسکو، ملت روس برای شما صحبت میگید؟ نخست درود بر شما و سپاس از اینکه اجازه دادید ما هم میهمان این بخش از خاک مسکو باشیم که پاره ای از تاجیکستانه و درود بر تمام دوستانی که این برنامه رو نگاه میکنند. خوشبختانه روزهای خوبی برای ما بود در مسکو. خب نمایشگاه کتاب، موقعیت فرهنگی به خصوص برای بچه ها که از سالهای نخست زندگیشون با کتاب آشنا شدند و از همه اینها مهمتر دیدن فارسی زبانانی بود که در حالا مرزهای جغرافیایی کنونی شاید هموطن نباشیم ولی به فرموده شما همه هموطن هستیم و باز هم زیباتر از این پیام بچه های ماست، سفیران صلح و دوستی که تمام جهان رو لبریز از دوستی و صلح میخوان و با واژگان درخشان شاهنامه این گنج فراموش نشدنی همه فارسی زبان‌ها میخوان پیام خودشون رو اعلام بکنن که ما جهان رو بهتر از اینی که هست میخوایم. بهتر. خوب خانم روشو شما چی میگین؟ راجع به مسکو؟ بله. خب همونجور که خانم جوان‌دوست فرمودن ما چند روزی که مسکو خیلی بهمون خوش گذشت، مثلا دیروز نمایشگاه کتاب وقتی فارسی زبان‌ها رو دیدیم خیلی خوب بود، واقعا حس خوبی بود. قبلا چی فکر داشتین که مسکو این چه خیلی شهر است یا که مردم روس، ملت روس به فکر داشتید درباره اونا میدونستین؟ زیاد نه. کدام کلاس میرید؟ کلاس چند؟ من میرم دوم دبیرستان. در کدام شهر ایران؟ تهران. در تهران. خیلی بزرگ. خوب من برای بینندگان بگویم که اصلا دعوت این دوستان امروز اینجا به خاطر که از پارچه های شاهنامه بزرگوار پیر توسی استاد فردوسی بزرگوار که اصلا یک از شاهسوارهای بزرگترین در جهان است، از اون است که یک مصرع‌های شاهنامه این سرشار عشق، محبت، آداب، بهم‌هایی و چون من با هر یک مردم فرهنگی صحبت میکنم اشاره به آن میکنم که امروز در دنیا یک چیز نمیرسد، اون جنگ‌ها، اون خونریزی‌هایی که امروز در سراسر جهان هست، یعنی بهم‌هایی نیست، توجه به هم نیست که این چیزا هستن و دوست دیگری گفته بودن که هر کسی که از حال کسی دیگر خبر نباشد، در منطقه دیگر خبر نباشد، ما فقط اونجا را باعث یک دشمنی میجوییم تا وقتی که خبر نگیریم. امروز این دوستان من کوشش به خرج میکنم برای دوستان و مردم
آسیای مرکزی و قسمت مدنی روسیه که ما رو تماشا میکنن تا بگیم که مردم ایران یا که تفلاکان ایران در مکاتب که در مدرسه چی تحصیل میکنه کی هستن. خب اجازه هست که از پارچه های شاهنامه بزرگوار بخونیم. بله، چون آغاز سخن با نام خدای بزرگ و شاهنامه فردوسی هم با همین متن آغاز میشه. اگرچه فردوسی خیلی هوشمندانه شاهنامه‌اش رو به نام خداوند جان و خرد آغاز میکنه که هم آفریدگار جان و خرده به گفته دکتر قدمعلی سرامی که خداوند بزرگه و هم صاحب جان و خرد که انسان هست و این هماغازیش رو فکر میکنم رایان که علیرغم اینکه 6 سال بیشتر نداره ولی داستانهای زیادی رو حفظه، به زبانهای مختلفی حرف میزنه. به نظرم به نام خدا رو برای ما رایان بخونه چند بیت. بلند بخونه. بلند باید بخونی که صدات به نام خداوند جان و خرد. همینجا؟ بله، تا چند بیت بعدیش هم بخون، بعد من به شما میگم بس. گمان تا اونجا؟ آره تا اونجا بخون. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه و ندارد. خداوند نام، خداوند جان، خداوند روزیده رهنما، خداوند کیوان و گردم سبه، فروزنده ماه ناهیدمه، زلام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. ببینندگان آفریننده را نبینیم، برانجام تو بیننده را. درود بر تو. تشکر. درود بر تو. آفرین. خب علی جان، از قصه‌ای که برای مسکو بچه‌ها قصه ضحاک رو آماده کردن برای مسکو و در واقع پیام پنهانی قصه‌ای که آغاز کردن، چون میدونید که دوستان من به 5 زبان زنده دنیا قصه ها رو تعریف میکنن و اصلا پیوندی که بین مردم جهان میخوان ایجاد بکنن. هدف این برنامه کلاً این بوده که به دیگرانی که زبانهای دیگری میآموزند و به زبان دیگری گفتگو میکنند بفهمونیم که قصه های ما پایه تبادل فرهنگی آدم‌هایی است که به زبانهای مختلف حرف میزنند، چون کلام آغازگر تمام روابط انسانی است. علی علاوه بر اینکه به زبان انگلیسی الان میتونه قصه ضحاک رو روایت بکنه، قراره توی قصه‌ای هم که داریم، توی اجرایی هم که اینجا داریم، نقش ضحاک رو بازی بکنه. یه بخشی از ضحاک رو هر جایش رو که دوست داری میتونی برای ما تعریف بکنی. مثلا که اون قهرمانی که میگین ضحاک، یعنی به اهریمنی که میگیم، یک حیثیت نشانه ودیعی است در روی زمین. یعنی شما از اون صحبت میکنید که نظر کنید که تا کدام درجه فردوسی بزرگوار، شاهنامه بزرگ یا که ادبیات فارس، این ادبیات بزرگ که اصلا یک رحمت خداوند در اون است، چی چیزی هم میتوند برای مردم بدید. یعنی ما میدونیم که بدی چیز مجال بدی نخواهیم کرد. باشه بلند پسانگاه ضحاک. آره. پسانگاه ضحاک شد چاره جوی، ز لشکر سوی کاخ بنهاد رود، به آهن سراسر بپوشید تن، بدان تا نداند کسش انجمن. دیگه آغاز قصه هم میتونی آغاز بخونی. قصه. جهانجو نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. چنان بود که ابلیس روزی پگاه، بیامد به سان یکی نیکخواه. دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. متشکرم. اصلا خودتون میدونی که چی میخونید، یعنی ضحاک کی است، یکی اهریمنی که میگیم کی است، یکی نیروی نیکی و بدی که در شاهنامه میگن مثلا. چون یعنی نیکی کردن خود چی است علی؟ خب ضحاک جوانی بوده که یه شاهزاده بوده و پدرش مرداس بوده که حاکم خوبی بوده، ولی شیطون یه روزی خودشو به صورت یک ابلیس، خودش به صورت یه پیرمرد خودشو در میاره و میاد پیش ضحاک میگه چرا پدرت باید شاه باشه وقتی تو جوونه به این برومندی میتونی شاه باشی. بعد ضحاک هم بعد از چند بار فریب ابلیس رو میخوره و پدرشو میکشه و خودش شاه میشه. باش خانم روشن از شما میپرسم، چون مادر در اسلام نشانه مادر، نشانه دختر، نشانه زن، خانم که میگیم نشانه محبت است.
نشانه میگه خداوند بزرگوار قسمت جلوی خودش به مادر داد، یعنی تولید طفلک، با محبت بزرگ کردن طفلک. خب شما نیکی و بدی زمانه فردوسی را میخونید، چی میدونه چی هست این نیکی و بدی، چی باید کرد که امروز مشکلاتی که در جهان است مثلا مردم مسلمان و اومد در میان جوانان و زنان که خانمانی تکان است، چی هست نیکی و بدی؟ فکرش خب توی شاهنامه تو قسمت ضحاک که ما میخونیم، ضحاک اینجا نشانه بدیه که البته ابلیس به گولش میزنه و کارهای بدی میکنه که باعث حال نابودی جوانان ایران میشه. و اینجا فریدون به عنوان نماد خوبی و همچنین کاوه به عنوان نماد خوبی میان و باعث میشه که کاری میکنن که ضحاک از این کاراش دست بکشه. این نماد خوبی و بدی تو قسمت شاهنامه تا قسمت ضحاک ما. خب دوست دیگر من اسمش؟ محمد پارسا. شما از فردوسی چی میدونید؟ استاد فردوسی بزرگوار؟ من میدونم فردوسی. و روسی میخونید؟ و فارسی؟ پارسا به اسپانیایی آمده داره. درست باشه دیگه. ولی به نظرم الان چون داره در واقع در شبکه فارسی زبان هستیم و نقش فریدون رو بازی میکنه، احساس میکنم که اگر اون قطعه فریدون رو برای ما اجرا بکنه، مثلا فریدون به خورشید برگرد سر. کجا نام اون میشن؟ اونم بخون. بلند بخون. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. هنوزان سپه بود ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش سرد باد. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی شود بارور. زند بر سر گرزه گاورو، ببندد در آورد زیبان کور. درود بر تو. یه نکته رو لازم توضیح بدم خدمتتون. خب این گروه سفیران صلح و دوستی و اساساً طرحی که بنیان نهاده شد چند سال پیش در ایران توسط سرکار خانم دکتر طیبه محمد کارش آغاز شد، یعنی اساساً طرح رو ایشون ارائه دادن، تصویب شد، به شکل بین المللی در حال کار شدنه. نکته مهمی که درش هست اینه که ما خب یک گنجینه وسیعی از ادبیات رو در سرزمینمون داریم. این گستردگی گنجینه علاوه بر لذت ادبیاتیش پایه و اساس آموزشی داره. یعنی ما انسان بودن رو میتونیم از دل شاهنامه بیاموزیم، ما اخلاق و عشق اخلاق مدار رو میتونیم از سعدی بیاموزیم، ما تغزل و عرفان رو میتونیم از حافظ بیاموزیم. آنچه که برای بچه ها رخ میده در طول دوره آموزششون اینه که به واسطه داستان ها دو چیز رو میآموزند. یک، زبان سرزمین های دیگر رو که مهمترین هدف سفیران برای تاکید روی این موضوعه که مردم سرزمین دیگه ما داریم به شما احترام میذاریم، برای ما مهمه که شما قصه های ما رو، اساطیر ما رو و افسانه های ما رو بشنوید و لذت ببرید. و در کنار این در واقع احترام یه جور دعوتشون به همین بازیه، یعنی شما هم بیایید و از قصه های سرزمینتون به زبان فارسی برای ما بگید و کمک کنید که این ارتباط کلامی فارغ از مرزها، فارغ از زبانها بین تمام آدمها رخ بده. نکته مهم دیگه‌ای که هست اینه که بچه ها اخلاقیات رو به واسطه همین قصه ها می آموزند. یعنی وقتی که مثلا علی قراره که ضحاک باشه، پیش از اینکه وارد اون حوزه حفظ کردن اشعار بشه، ما در دوره هامون از علی و از هر دانش آموز دیگه، از هر هنرجوی دیگه میخوایم که به این قضایا فکر بکنه. اینکه چطور میشه فریب خورد، چطور نباید فریب خورد، چطور باید غرور و خودبینی رو کنار گذاشت و چطور با دردهای زندگی امروز کنار اومد، چطور میشه مهربان بود، چطور میشه سختی رو تحمل کرد. و به نظرم آموختن اینها از راه ادبیات آموزشیه که هرگز فراموششون نخواهد شد و من این رو در رفتار همین بچه‌ها در موقعیت‌های غیر کلاس درس می‌آموزم، این که تفریح بچه‌ها مشاعره است. خب باری من درست است، ما یعنی قسمت طفلانه هستن که امروز اینجا هستن و ما اصلا در ایران بغیر در کلاس خواندن یا در اون مدرسه که میگیم بیرون از آن چی چیزی هستن که برای ترغیب آن دوستی و فرهنگ، آموزش علم و دانش چی کارایی میکنن؟
ببینید این بچه ها علاوه بر این که ادبیات رو میآموزند به هنرهای دیگه هم در واقع چنگی میزنند. مثال عرض میکنم، اگر قرار بود بچه ها فقط شاهنامه خوان باشند که خب میتونستن بیستن مثل همین چیزی که الان برای شما اجرا کردم، بچه ها تا حدودی با هنر نقالی هم آشنا هستند، یعنی نمایش رو به ادبیات افزودند، موسیقی رو به این ادبیات میافزایند و کم کم زندگیشون بر اساس همین شعر و ادبیات پایه‌گذاری میشه. یعنی نگاه و جهانبینی که پیدا میکنند به مرور زمان باعث میشه که بتونن خرد رو و اخلاق رو و فرهنگ بین المللی رو در روزمرگیشون هم در واقع نشان بدن. که میتونه سرود بخونه به زبان فارسی. سرود یعنی موسیقی الان نیست، اما ما میتونیم که زمزمه بکنیم. آواز الان کسی آمادگیشو داره؟ جا بدی؟ یا آوازی که هرچی که بلدی. بله. چی دوست داری بخونی؟ کدوم اولی؟ به من بگو. چی دوست داری بخونی؟ ولی خیلی کوتاه بخون. بلدیش؟ بلند بخون. شما بخون. سلطان قلبمه. باش. بخون. یه دل میگه برم یه دلم میگه نرم طاقت نداره دلم بی تو چه کنم ها سلطان قلبم تو هستی در بازه های دلم رو شکستی با من پیوستی پیش عشق زیبا خیلی کوچیکه دنیا ترک از نکنم. آفرین بر تو. تشکر. شما میکنین؟ خیلی آوازی خوب جاذبه. بچه ساز فعلا یعنی دست به ساز میبرن، کلاس یوگا و ورزش میرن و چون تمام اینها در حرکات نمایشیشون تاثیر میذاره، یعنی که ریتم رو بشناسن، بدونن کجا باید چطور قصه بخونن. ولی خب کلاس آواز به اون شکل حرفه‌ای هنوز شروع نکرده. آقای شما بدون بعد از کلاس بعد از مدرسه چی کار میکنید در خانه؟ خب اگه تکلیفی داشته باشم که انجام میدم، اگه بیکار باشم خب شاهنامه رو بعضی وقتا باز میکنم و اون بیتایی که اضافه بر نقشای خودم هست رو میخونم و بهش فکر کنم که مثلا این نقشی که من دارم مثلا ضحاک، برای اینکه بهتر باشه مثلا همون لحظه فکر میکنم که ضحاکم، مثلا چجوری باید راه برم، چجوری باید بخوابم، چجوری باید غذا بخورم. شما چی میکنید بعد از مدرسه که بیرون میشید خانه میرید؟ مدرسه خب اگه مشق داشتم کارهای مدرسه هم انجام میدم. بعد از اینکه من خیلی شعر دوست دارم، چه شعرهای معاصر، شعرهای مناسب و حالا چه قدیمی مثل شاهنامه و اینا رو میخونم. مثلا توی شعرهای معاصر سهراب سپهری خیلی دوست دارم. به نظر که خیلی خوب گفتید شعرهای معاصر. نظر میگم اون فردوسی بزرگ، سعدی شیرازی بزرگ، حافظی بزرگ، نظر کنید اونا هستن. میتونید که از شعرهای معاصر امروز عکس بگیرید؟ شعرهای معاصر راستش حفظ نیستن ولی دیباچه سعدی رو میتونید یک چیزی گفتن باید؟ منت خدای را عز و بجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش وزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و در هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا یابد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. درود بر تو. از آن پس چنین گفت با موبدان که ای پرهنر با گهر بخردان، مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است. یکی محضر اکنون بباید نوشت که جز تخم نیکی سپهبد نکش. ز بیم سپهبد همه راستان بران کار گشتند هم داستان. چون از قبل اشاره کرده بودم که امروز در شهر مسکو نمایشگاه خیلی بزرگی کتاب ها
برگزار می شود و در جریان کار است و جمهوری اسلامی ایران یک از شرکتگان خیلی فعال این نمایشگاه است و اونجا بدون کتاب تعداد خیلی زیادی فرهنگیان از جمهوری اسلامی ایران عازم شهر مسکو شدند و یک قسمت تفلکان هم اینجا آمدند به خاطر که از آن تاریخات خودشان، از آن فرهنگ خیلی بزرگ برای مردم آسیا مرکزی و اصلا برای مردم مسکو یعنی یک چیزی بگن که اونا موردی برآورده قرار بگیرد. استاد فردوسی بزرگوار میگه که بینای آباد گردن خراب زباران و از تابش آفتاب پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. از این پس نمیرم که من زندم که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ گوید بر من آفرین. اشاره بانم که نزدیکن که این بزرگ مرد، این تاریخات بزرگ، یک شاهستر جهانی اشاره به اون میکند که اون تخم سخن را پراکنده کرده است. یعنی از این بزرگتر یه چیزی نبود، اما زمانی بود که مردم به فرهنگ که به تاریخات یا که به علم توجه کمی داشتن و اصلا مردم فارس از اون زمانهای خیلی قدیم از برای داشتن یک تاریخات بزرگ، فرهنگ بزرگ، دائم در زیر عقوبات و شکنجه های مردم های دیگر قرار داشته بودن که شما از تاریخات استاد فردوسی بزرگان خوب میدونید. خونه باری اشاره میکنم به شما، از این به بعد شما امرای این دوست و خواهر عزیزی و شما برنامه ببرین و در آخر من جمع بسته میکنم. با افتخار حتما. خب سفیران صلح و دوستی دختران هنرمند و فرهیخته‌ای که میزبان یارانی در مسکو هستند که البته خودشون میزبانی ایران رو بر عهده گرفتن. بچه‌ها خودتون رو معرفی کنید و بگید چند سالتونه و چند سال شاهنامه میخونید. من ریحانه دشمن هستم. تقریبا 1 سال که شاهنامه میخونم و 13 سالم. ملیکا صادق‌زاده 13 سالمه، 5 سال شاهنامه. من دیبا نظری هستم. تقریبا 1 سال شاهنامه میخونم، 14 سالمه. 14 سالتونه. خب دوست خوبمون اشاره به این بیت فردوسی کردن که فردوسی تخم سخن را پراکنده کرده و من میخوام بیافزایم که شما علاوه بر این که این سخن رو عزیز دونستید و تصمیم گرفتید بیاموزیدش، تصمیم گرفتید که به کلام‌های دیگه هم پراکندش بکنید. این چه حسی به شما میده؟ ریحانه شما بگو. حس من اینه که میتونم فرهنگ و هنر کشور خودم رو با زبانی که یاد میگیرم به مردم دیگه معرفی کنم. تو به چه زبان‌هایی الان آشنایی داری؟ من اسپانیایی. اسپانیایی. میتونی یه قطعه به اسپانیایی الان اجرا بکنی؟ بله. این قطعه که میکنم برای داستان ضحاک و فریدون. ضحاک no paraba de hablar de Feridún ni de día ni de noche. El viento había curvado su alta estatura. Él habla así a los nobles. Temo que la fortuna no me sea favorable. Debe firmar una declaración que diga que soy un rey justo. خب میتونی ابیات فارسیش هم بخونی؟ منشون میتونم. یعنی که ضحاک بدون توقف درباره فریدون روز و شب صحبت میکرده و از سرز فریدون قامت راستش خم شده بود. خب به شعرش رو میخوای بخونی؟ چنان بود که چنان بود که ضحاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولت. ز هر کشوری موبدان را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست. درسته. درود بر تو. چه حسیه وقتی که ببینی یک کسی که به زبان اسپانیایی آشناه و حتی اصلا اسم شاهنامه فردوسی رو نشنیده و تو یه همچین هدیه‌ای رو بهش میدی که زبان فارسی رو و آنچه که تمام گنجینه سرزمینت هست رو داری تو دستی بهش هدیه میدی؟ حس خیلی خوبیه که اصلا حس با ارزش بودن میکنم که میتونم کشور خودم پیش مردم کل جهان مطرح کنم که ما همچین فرهنگ و هنر داریم. درود بر تو. ملیکا. من روسی میتونم بخونم. چقدر عالی. بخون.
Gidietov gniatis vejemshida pravil svoim plijemnem virujuši čilavije katorava zvali Merdas. O Merdasa bil sin katorava zvali Zahak. On bil vlastalo bivi, dieski I taraplivi. A najdi iblis uznal ishto nujna zadela dela dasijenia svoich planov. خب چی خوندی؟ یکی مرد بود اندران روزگار ز دشت سواران نیزه گذر که مرداس نام گرانمایه بود به داد و دهش برترین پایه بود پسر بود من این پاک دل را یکی کش از مهر بهره نبود اندکی. درود بر تو. برای همین سفر مسکو زبان روسی رو آموختی. خب پیش از اینکه به روسیه بیای چه احساسی به روسیه داشتی؟ چه احساسی به مردم مسکو؟ و وقتی که با زبان خودشون براشون اجرا کردی چه عکس العمل و واکنشی ازشون دیدی؟ خب قبلش احساس کردم که شاید مثلا یه ذره نتونم مثلا شاید به زبانشون بگم چون خیلی سخت بود، اما وقتی که اجرا کردم دیدم که خیلی خوب تونستم بخونم و واکنششون هم یه جوری خیلی خوب بود. خب فکر میکنی بتونی علاقه‌مندشون بکنی که اونها هم اساطیر سرزمین تو رو یاد بگیرن، حتی زبان سرزمین تو رو یاد بگیرن؟ امیدوارم که بتونم. اگه بخوای پیشنهاد بدی به بچه‌های مسکو که یکی از قصه های شاهنامه رو برای شروع انتخاب بکنن چه قصه رو پیشنهاد میدی؟ فکر کنم همین داستان فریدون. آفرین بر تو. دیبا شما؟ منم به زبان روسی میتونم بگم. چقدر خوبه. Ni Anglan vill Fereidun vinvisach, ni Muskus ni Amra, on to Jebil Prach, no Shiedras jo pravda i da sig visati bud pravidion Shied Fereidun ti. چی گفتی؟ فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت او نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. آفرین. بچه من با همین تلویزیون که صحبت میکردم به دوست بزرگوارم گفتم که حس خودم رو گفتم که من شاهنامه رو به خاطر این میخونم که از درون شاهنامه میتونم بیاموزم، یعنی خرد رو بیاموزم، اخلاق رو بیاموزم و خب وقتی هم که با شماها همراه شدم با همین حس همراه شدم که بشه به واسطه ادبیات و به خاطر ادبیات چیزهای دیگر آموخت. چقدر تو زندگی خودتون ملیکا تو این ریحانه تو 1 ساله، ملیکا تو این 5 ساله و دیبا تو این 1 ساله چه اتفاقی افتاده وقتی که آشنا شدید با قصه ها، وقتی که حالا چه به زبان سرزمین خودتون چه به زبان دیگه میگید که فریدون به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تو. چقدر باور میکنید این رو که داد و دهش واقعا از آدم ها فریدون میسازه؟ ملیکا شما بگو. خب من تو این 5 ساله یعنی 1 سال اول یه جورایی زیاد تفاوتش رو احساس نمی‌کردم، یعنی در واقع فکر می‌کردم که یه شعر معمولیه. خب بچه بودم اون موقع، ولی وقتی که یه ذره بزرگتر شدم یه احساس خاص بودم بهم دست داد، اینی که من کاری رو می‌کنم که شاید بسیاری از دخترای دیگه نمی‌تونن این کارو بکنن و نه اینکه احساس بکنم از اونا بالاترم، اما احساس بکنم یه چیزی دارم که بقیه ندارن. چی به تو هدیه داده این حس که الان بخوای، خب بینندگان این شبکه فارسی رو میشناسن و پاره ای از تاجیکستان در خاک روسیه است، چه احساسی به تو میده که به دختران تاجیک پیشنهاد بدی که این هدیه مادریمون رو، هدیه ایران پیش از یعنی فارسی زبانان پیش از این مرزهای جغرافیایی رو بتونن ازش بیاموزند؟ بهم دست میده وقتی نه چطوری ممکنه بهشون این رو منتقل بکنی؟ با زبان خودشون. خب بهشون بگو، بکنم دارن میبینن الان دختران تاجیک. امیدوارم که بخونن دیگه شعراشو. بخونید دیگه دختران تاجیک. ملیکا، ریحانه، شما وقتی که در واقع شاهنامه میخونی و شاهنامه رو میامیزی با چند تا هنر دیگه، مثلا باهاش نمایش اجرا میکنی، ریتم رو درش رعایت میکنی و چیزهای دیگه، فکر میکنی که چه فایده برات داشته؟ یعنی در زندگی روزمرت چه اتفاقی افتاده؟ من فکر کنم که درکم از مسائل روزمره بیشتر شده، بعد میتونم بهتر با شرایط وفق پیدا کنم. بعد
من این هنر رو توی شاهنامه خوندن میذارم برای اینکه تماشاگرها بهتر بفهمن اون چیزی که من دارم میخونم. خب فکر میکنید توی زندگی معمولیت اینی که میگه تماشاچی‌ها من رو درک میکنن وقتی که براشون درست شاهنامه میخونم، چطور میتونی ارتباط بگیری با دیگران؟ یعنی چطور، چون پیام شما پیام صلح و دوستیه، درسته؟ فکر میکنی زبان فارسی چطور میتونه کمکت بکنه که این پیام رو به جهان برسونی؟ زبان فارسی نمیدونم. میتونی با همین اشعار به همه بگی که ما دوست داریم با هم مهربون باشیم، درسته؟ با رفتارمون، با چیزایی که میخونیم یا با اون معنیش و بقایمون که از خودمون نشون میدیم میتونیم اون منظور رو به مردمان کشور مختلف برسونیم. بیبا اگر 1 سال گذشته بود باز هم تصمیم میگرفتی که بیای شاهنامه بخونی؟ یعنی با تجربه که الان داری؟ به نظر من کار شاهنامه خونی خیلی کار قشنگیه که هر کسی نمیتونه بهش دست پیدا کنه. الان میتونم واقعا حس کنم که چیزی دارم که میتونم به همه ارائه بدم. و اگه 1 سال پیش بود حاضرم به 1 سال پیش برگردم بازم شاهنامه بخونم، همونی که خوندم بازم تکرار کنم. شاید حتی زودتر شروع کنی. خب بچه ها فکر میکنید که اگر بجز شاهنامه رو که خب میدونم همتون دوست دارید، چه شاعرایی رو بهشون علاقه مندید و گنج های زبان فارسی چیا هستند به غیر از فردوسی و شاهنامه‌اش؟ پروین انتظامی. ادبیات معاصر کار کردین روش؟ بله. چی کار کردین؟ کار کردم من شعرهای پروین انتظامی بعضی شد. حفظی؟ یکیشو برامون بخون. گوهر سنگ شد. بخون. شنیدستم که اندر معدنی تنگ سخن گفتند با هم گوهر و سنگ. چنین پرسید سنگ از لعل رخشان که از تاب که شد چهرت فروزان. در این تاریک جا جز تاریکی نیست، به تاریکی درون این روشنی چیست. به هر تاب تو بس رخشندگی هاست، در این یک قطره آب زندگی هاست. به معدن من بسی امید راندم، تو گر 100 سال من 100 قرن ماندم. درود بر تو. چیزی میخوای بخونی یا اسم شاعری رو بگی که به اشعارش علاقه مندی؟ من اشعار حافظ خیلی دوست دارم. بعد حفظ نیستم ولی وقتی میخونمش قشنگ اون حالو درک میکنم. چقدر عالی، چقدر عالی. دیبا شما؟ من نظامی میخونم، منتها زیاد حفظ نیستم، همین که میخونم و درک میکنم که توی شعر چی گفته خیلی برام لذت بخشه. بچه این قصه ها به شما چی میآموزه؟ قصه های حالا نظامی رو گفتی، سعدی، همین قصه که از پروین انتظامی گفتی. خب در واقع توی این قصه گوهر سنگش یه جورایی سنگه داره حسودی میکنه و برای اون کاری که گوهر در واقع به خاطر اینکه انقدر رخشان شده زحمت کشیده، ولی سنگه مثلا توقع داره که همینجوری که نشسته یه جایی مثلا درخشان بشه و یعنی که در واقع تا تلاش نکنی برای یه چیزی به بالاترین مقام نمیرسی. آفرین بر تو. صحبت خیلی گرمی جریان دارد وقتی که در یک دوریای دور غربت از وطن یک زبان میابی یا یه نفری میابی که به زبان اون مادری یا که به اون زبانی که در اون از طفولیت بزرگی صحبت میکند فکر میکنی که در میان بهشت در روی زمین هستی. راستی به این حسیاتی که امروز من دارم حدودی چند سالی که در روسیه هستم اون حسیات نداشتم، خیلی راحتم. اشاره میشد که هم ریحانه هم ملیکا هم دیبا دوشنبه هم تاجیکستان بود هستن، مرگی که اونجا ما تولد شدیم و دوران طفولیت و جوانی ما گذشت. خب ریحانه شما از تاجیکستان چی صحبت میکنید، چی دید اونجا؟ تاجیکستان خیلی آب و هوای خوب داشت و مردمش واقعا خونگرم بودن. بعد واقعا فارسی اصیل حرف میزنن و من خیلی از کلماتی که من تا حالا نشنیده بودم اونا رو به کار می‌بردم. خب شما ملیکا؟ خب خیلی مردمشون خوب بودن، یعنی با زبان ما در واقع ما باهاشون حرف بزنیم و یه جوری زبانشون بامزه بود. بعد خیلی راحت تر میتونستیم باشون ارتباط برقرار بکنیم. اینشون خیلی خوب بود. دیبا عزیز شما؟
من که رفتم اونجا دیدم یه همزبون هست، خیلی خوشحال شدم. منتها بالاخره همونطور که ریحانه گفت یه سری کلمات مثلا مانند شاهنامه اینجوری میگفتن، یه ذره سخت بود در مفهوم، ولی همون که زبان فارسی حرف میزنن خیلی خوب بود. من نکته دیگه رو میخوام بگم. نخست اینکه ما هم خوشبختیم که در سرزمینی که به هر حال زبان دیگری مردمانش صحبت میکنن شما رو دیدیم و حس خوبی بود این که شما به زبان ما و ما به زبان شما با هم گفتگو میکنیم. اما میخوام پیامی رو بگم که باز هم پیام بچه‌های سفیران صلح و دوستیه و آن هم اینه که فارغ از زبان فارسی حتی ما جهان رو یک پارچه داریم میبینیم. یعنی وقتی که میشود زبانها رو آموخت، وقتی میشه قلب مردم رو خوند، وقتی قصه هایی هستند که پایه و اساس همشون یکیه. ما در قصه بیژن و منیژه وقتی که منیژه در کناره چاه انتظار میکشه بیرون اومدن بیژن رو، رستم به بیژن میگه من به شرطی تو رو میبرم بیرون که گرگین رو ببخشی. و این به نظرم نه زبان فارسی است، نه زبان روسی، نه هیچ زبان دیگه، این زبان انسانیته. اینکه ما زمانی میتونیم از چاه بیرون بیایم که هم رو بخشیده باشیم. ما زمانی میتونیم خردمند باشیم و داد و دهش بکنیم که دیگران رو یاری برسونیم در پیروزی، خوبی ها و نیکی ها رو یاری برسونیم برای سرافراز شدن. و احساس میکنم بچه های این گروه سفیران صلح و دوستی که خدا رو شکر تعدادشون هم داره بیشتر میشه و فرصت آموختن زبانهای مختلفی رو بیاموزند، حرفشون همینه که هر کجای جهان که باشیم همه از یک پدر و مادریم و همه قصه هایی داریم که در اونها خوبی رو دوست داریم و بدی رو نکوهش میکنیم. و به همین خاطر احساس میکنم همه آدم های روی زمین وقتی قصه های هم رو بیاموزند و ریشه های این قصه ها رو به هم وصل کنند، همه ما یک انسان هستیم که دوست داریم جهان جای بهتری باشه. تشکر خباری، تشکر. من در نرمت پایانی برنامه چی میخوام بگویم در حالت یک جنبه است که هر یک صحبت و هر یک سخن این دوستان اجازه جنبستی بود. هر کس میخواست برای خود جنبستی کند و اون جنبست هم کردن، یعنی اون داخل قلب خودشان گفتن که اونا کی هستن، چی میخوان. ما در انتهای این میگویم که چون صحبت سر ضحاک رفت و چون صحبت سر فریدونی بزرگوار رفت و کاوه بزرگ رفت، یعنی اشاره به اون است که این مردم فارس، اون مردمی که فارس میگن، افغانی میگن، تاجیک میگن، یک مردم هستن. اون مردم چی میخوان برای مردم بگن؟ میگن که ما بدی رو از اون قبل میشناختیم که بدی چی است، ما ایجاد برای مردم بدی نخواهیم کرد. ما مردم نیک پرستیم، نیک سریشتیم، نیکی را بیشتر دوست میداریم و برای جهان هم نیکی را بیشتر ترغیب میکنن. عالمان اروپایی میگن که اگر شاعران شرقی یا که مردم شرق یا که مردم فارس از 500 نفر بهترین شاعران و نویسندگان خودش 7 نفر اینا به حیث ستاره جهانی محسوب می‌یابند، پس ما در میان 500 نفر پایان‌تریناش هستیم. یعنی نشان کن که اون 500 نفر در جهان از همه بهترین است. چیزی که اشاره به اون میگم که نیکی و نکونامی در میان این مردم، در میان ملت فارس، اصلا اون شور از اون خراسان بزرگ، از اون امپرای کبیری، کروش کبیر، اون چیز را به دنیا چی داد؟ به دنیا اصل زندگی مردم داد، معارف را داد، علم، دانش، فهمش اینا داد. از این خاطر این ملتی که امروز در جهان است، این ملت با امر خداوند و با رحمت و برکات خداوند در روی زمین است و اون هیچ وقت از زمین برکنده نخواهد شد. هرچند که ظلم های زیادی بسیار این ملت آمده بود. از این خاطر من به استفاده از فرصت از این دوستان خیلی عزیزم ازای تشکر میکنم که در این دنیای دور رو از اون گوشه مسکو شما با یک مشکلاتی به اینجا آمدید. تشکر زیاد. من در پیشرفتی کارهاتون، رشد و رواجی کار میخوام، برکات از زندگیتون بگذار باشد و میخوام که روزی از اون تلویزیون‌های بزرگی جهانی شما تماشا کنید که اونجا شاهنامه کنید. اینجا برنامه گنجی پریشان با پایان میرسد. خداوند یار و مددگار شما.